دعوتگران و مسلحان امت رو به شهادتن، همه رفتن. در افغانستان بیچاره و ستم دیده خیلی آدمای مؤثر کم و انگشت شمار مانده اند. هنوز فرصت است که قدری از یار بدانید. یک روز شود چشم درد شوی، منتظر باشی که یک وضعیت شود که یک نیم ساعت به دعوت یک عالم در جمعه بنشینم، ولی این فرصت به خوابم نبین. با والله قسم که به خوابم نبین. ما هم کف بکف بمالی اما سودی مبست. هر ملت تلاش کند که دل داعی را عزیز داشته باشد.